مسابقه امشب جواز حضور در جام جهانی رو به دست بیاره. با قضاوت احمد الکاف، همکاریش با مهدی طارمی فوق‌العاده است. سردار آزمون ارسال میکنه به تیر اول، ضربه سری که اونجا زده میشه در آستانه. رفتیم هر سه مربی قبل از اون ایرانی نبودن و اینجا راحت دروازه ارسال توپ بلند مقابل دروازه، این ضربه سر که اونجا به ایران بندم. ارسال بلند، موقعیت هست برای ایران، اونجا دروازه توپو گرفت میکنن با آخرین مدافع ازبکستان. یا پاس تو در برای سردار آزمون و توپ. ارسال قائدی با پای چپ، سعید عزت اللهی محمدی بین دو سه بازیکن، توپ رسید به سردار آزمون، ضربه رو میزنه. کمک بکنن. حالا سرعت تصمیم گیری هم که دقیقاً آره خیلی مهمه این سرعت. مهمه که بتونی تو ببین الان اونجا تو اون شلوغی و دروازه باز شد اما اعلام آفساید میشه. ازبکستان الدور شمرودوف، یه پاس عالی برای فیض الله و بازیکن چه پاس خوبی داد برای سردار آزمون. مهدی طارمی ارسال بلند تو بازیکنان ازبکستان، چقدر اروپای راستش. ارسال توپ، سردار آزمون بزن ضربه نهایی رو. ارسال بلند توپ مقابل دروازه، ضربه سری که اونجا زده میشه. اعتقاد به ارسال بلند، ضربه سر اول از بازیکنان ایران طارمی. یه تکل خیلی خوب اونجا میزنه بازیکن ایران. علیرضا بیرانوند خروج